پس کسایی که در گروه ملی هستند، کسایی که در پلیس هستند، کسایی که در گارد هستند، چه خاص به شیعان باشند، کسانی که جواسی وزارت دفاع، وزارت داخله، اینا همه ارگانایی است که در موارد به نظام قرار دارند. ولی مطلقاً تفریق نیست از وزیر تا بچه رئیس جمهوری وزارت خارجه. اینا خیلی خوب متوجه باشد. ولی ما به این خاطر اعلام میکنیم که اینا برحذر باشند. اینا در کفر واقع هستند. اینا کافر هستند. اینا مباح الدم هستند، مباح المال هستند در این منطقه قرار دارند. اینا شمشیرشون علیه اسلام است. و هیچ عذری قبل از ما گفتیم قرآن برای اینا هیچ عذر برشان نگذاشته. هیچ عذر برشان نگذاشته. اینا عذر میکنند که ما به خاطر دنیای کار کردیم. ما به خاطر درهم و دینار ریال دلار کار کردیم. همه الله عز وجل همه بالا همه موضوعات میکنه الله به خاطر شریفان میکشه. نه، موضوعها متصل مورد قبول نیست در مسائل مربوط به اصل دین.